سلام دوستان، خواستم بگم تو نظام ولایت دوز بازاره. گفتم این کمه. خواستم بگم چپاول پارتیه. گفتم بابا اینم کمه. خواستم بگم فسادستانه. دیدم اینم که اصلا خنده داره. خلاصه تو همین عوالم بودم که سر و کله اکبر کوسه پیدا شد. اونچه که از فساد برملا شده نوک کوه یخ در دریای از فساد است. بفرما. این حرفا رو کوسه‌ای داره میزنه که خودش 36 ساله که داره تو همین دریای فساد دم میجنبونه. خب وقتی شاه دزد اینو میگه من چی بگم؟ اصلا نیازی به گفتن بنده نیست. این روزا تو نظام ولایت بگم را افتاده که نگو و نپرس. چرا دستگاه‌های قوه قضاییه که در حوزه امن ولایت قرار دارند برخوردهای لازم و شایسته و بایسته با حضور مفسدان نمی‌کنند؟ چرا باید تصویر مفسدان هنوز در صدا و سیمای ما و در جراید شطرنجی باشد و نام‌های مختلف به الف و با و جیم و دال خوانده شود؟ بعد از این که اون یارو رحیمی قیچی کاری شد و برای دفاع از خودش پته نماینده های مجلس بهوشو ریخ رو آب، حالا نماینده ها به دست و پا افتادن و دارن با این سیخ سنبه ها به اکبر کوسه میگن حواستو جمع کن. اگه بخوای بیشتر از این دور برداری هم اون نیمه رو میدیم دم گاز، هم وزرای کابینه شیخ فری رو. اما جناب آقای نعمتزاده، در زمان تصدی مسئولیت شما صنعت کشور همچنان در رکود به سر میبرد. صادرات غیر فعال است. استفاده از معادن همچنان در اختیار آقازاده هاست. خامفروشی معادن غوغا می کند. واردات بی‌رویه کالاهای لوکس خصوصا خودروهای لوکس چندین برابر افزایش یافته است. بله، اینجور جاها کیهان شریعت نداری هم خودشو میندازه وسط تا خورده حسابای قدیمیش با کوسه رو تصفیه کنه. مردم فراموش نمی کنند که در ماجرای پتروپارس و در آغاز دهه 80 8 میلیارد دلار رانت در اختیار عوامل یک حزب معروف قرار گرفت. فراموش نمی کنند که بابک زنجانی از رانندگی چه کسی به کجا رسید و چه کسی بود که مدال ملی به او اهدا کرد و آنگونه که این روزها مطرح است به چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری 5 میلیارد کمک بلاعوض تقدیم کرده است. و فراموش نمی کنند که یک مدیر دولتی با سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از 1000 میلیارد تومان و عضویت در هیئت مدیره ده‌ها بنگاه سکان اقتصادی مهمی را در دولت دارد. نوک کوه یخو میبینید؟ این کوه یا سلسله جباله. باند کوسه هم این وسط بیکار نیست. جای جاش اونا هم بگم خودشونو دارن. معاون اول رئیس جمهور: بزرگترین فسادهای قرن در دولت قبل. خلاصه این که رفقا این قصه سر دراز داره. علت این که علی گدا تو این دریای فساد زیرابی رفته و سر و صداش در نمیاد واسه اینه که دم به همه دزدا به ریش خودش بنده. اگه بخواد حرفی بزنه یه دفعه کل کوه یخ آوار میشه رو امامش. علی گدا دنبال اینه که یه جوری امامه خودشو در ببره. اما این بادی که بلند شده امامه که چه عرض کنم کل بیت ولایتو به فنا میده. موشکار